برای شما سلامتی، رحمت، برکت خدا را خواهانستم. چون که هر باری به شما میگویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، معنایش انا همین است. راستی میخواهم یک چند نصیحت، یک چند سویت های به برادرانی که نو بلاگر شده هستند و میخواهم بلاگر شوند یا اینکه بلاگر بودند بتیم و انشاءالله که از اینجا برای تماشابینانم یک فایده هست. راستی امروز ها میبینیم بلاگرها خیلی زیاد شده ایستادند. دعا میکنیم خداوند بازم زیاد شوند، صفشان زیاد کند. این هم برای منفعت ملت ما هست، برای منفعت خلق ما هست که از خبرها و از قصه ها و از دیگر چیزها ما را با خبر میکنند. اگر که نوارهای تربیوی باشد برای ما فایده است انشاءالله. اما بعضی هایش یک کارهایی میکند که در عقل انسان جای نمیگیرد. این سخنها تنها برای بلاگرها یک هدیه هست. همگیتون رو دوست می‌داریم به خاطر خدا که نمیخوام که بلای بر سر شما بزند. راستی امروز یک نواری روان کردن، گفتن درباره یک سخن کن، یک بلاگر تاجیک در شهر روسیه یک پرانک میگیرد، برای همون پرانکش 5 سالش میتیان. گفتنی هستم که همین پرانک‌های خودت میگیری در اسلام ما جایز نیست، در وطن ما اجازت نیست. حالا که در شهر بیگانه رفته و این خیلی پرانک‌ها میگیری برادرم، پیش از یک نواره کردن از چند برادرات سوید بپرس. 100 دانا باشی میگه از یک نادان بپرس. انشاءالله که هم فکری همون برادر برای تو بسنده شد، یک فکری کنی، یک سویت خوبی بتیه برای تو. کاری میکنی به خودت ضرر میاری. میگه نه به کسی ضرر بیار، نه از چیز ضرر ببین. خودت یک طرف، پدر و مادر و عائلت را در عذاب میمانی. فکر میکنن اینها هم. سویت ما با بلاگرها همین است که پیش از هر یک آغاز نوار 1000 مرتبه فکر کن برادرم. خوب فکر کن تا اینکه همون نواری تو برای تو فایده بکنه، نه اینکه ضرر. نواری کن که برای ملت، برای خلق، برای دولت فایده‌ناک باشد، برای وطنت فایده‌ناک باشد. نه اینکه به وطن ضرر بیاری، وطن بالای تو ضرر بیارد. نه اینکه به جسم و به جان خود ضرر بیاری. امروز هستیم یا اینکه فردا از دنیا می رویم. همون نواری تو اگر که برای مردم منفعت نداشته باشد، روز قیامت در همون جواب میگی. هر کسی که او را تماشا میکنه در لایک و دیزلایک میموند، گناهش در نامه اعمال رفتن میگیرد، جاریه است تا روزی که همین نواری تو در این تلید میماند. و اگر یک نصیحت کردی و یک نواری کردی که برای ملت خودت، برای وطن خودت فایده ناک است، انشاءالله که هر کسی که در اون لایک میموند و پهنش میکند، ثوابش بر تو میرود. این دنیا اونقدر دنیایی نیست امروز که بیان که فردا. برای همین برادر جان، نه هر وقت برای مبلغ به دست آوردن حرکت کنین. یک بار برای جان خودتان، برای خلق خودتان، برای دولت وطن خودتان کمک هم که باشد وقت جدا کنید و یک نوار کنید. مثال چگونه که ما هم الحمدلله نوارها میگیریم بهره برادران. به همگی معلوم است که هر یک انسانی که نوار میکند نیتش مبلغ به دست آوردن است انشاءالله. اما همون مبلغ با راه حلال به دست بیارین، نصیحت بکنین، قصه ها نقل کنین، یک فیلم های تربیوی بگیرین، یک سوشال اکسپریمنت های یعنی که تربیوی بگیرین برای مردم فایده ناک باشد، انشاءالله او سوم برای تو حلال است. یعنی که گفتم که نه هر وقت برای مبلغ به دست آوردن کار کنین. نیت این است که یک نوار کنین که از او اگر مبلغ هم به دست نآورین بدون که فایدهش به مردم میرسد. ما هم الحمدلله فیلم های میگیریم، یکی فیلم ها همون نشید هایی که در پسش میگذاریم همونها افطار دارن. وقتی که افطار داشته باشد از او مبلغ به دست آوردن نمیتوانی. ما هوای میدونم میپرتمش تو اینکه بگذار که من از همین مبلغ به دست نآوردم، بگذار من در همین مبلغ صرف کردم. اما همون تماشابینان مخلصای ما
یک چیز به خود بگیرند. و امروز بلوگرها فکر میکنن که همین میبروی صحبت میکنی، چیزی که از دهانت بروی صحبت میکنی از اون مبلغ به دست میاره. نه برادری عزیز، هر پیش از هر یک سخنی میگی هم در نزد قانون هم در نزد خدا جواب میگی. هر سخنی میگین فکر کنین، از چند کس ها بپرسین که در قانون ضرر نداشته باشد و در دین خدا ضرر نداشته باشد که از دو طرف ضرر میبینی، از دو طرف. این هم یک هدیه است برای شما برادر جانو که این سخنها را نه هر کس میگوید و نه هر کس میخواهد بگوید. من که نمیخواهم بر سر یک شهروند تاجیک ضرر بیارد، همین سبب این سخنها را میکنم. امروز ها میبینیم بسیار جوان ها میخیزن یک کس سیاه میکنن. برای چی؟ برای میدونن که او انسان در بین مردم معرفی شده است، با سبب او را تماشا میکنند و مبلغ به دست میارن. این کار هرگز مکن. روز همه جوان کم از انسان خوب رفته از او شکایت میکند، انا او حالت به میفهمید. برای یک محکمت کنن، اشترافت کنن، بعد میفهمی که در حق یک کس دیگه سخن کردن ناجا بوده است. لیکن من به خاطر خدا به کسی کاری نمیگیرم که کسی در حق من چیزی که میگه ما او را به خدای خود میسپارم، چون که خدا دلگیر و سختگیر است. میگویم که خداوند دلگیر و سختگیر است. بعد میگه به ما بسپار و بعد مهلت میتید، هر کاری میکنه کنه خدا میزنش. اما شاید که ما امروز همین عصب‌هایمون خراب شود و بعد رفته کارمون رو در حق همین انسان بکنیم. لیکن همین سبب ما حرکت میکنیم که در حق کسی بدی نکنیم. خوبی ما به شما رسد و بدیتان به ما نرسد. میگه خوبی کردن نمیتوانی، لااقل بدی مکن. خوبی به کسی نمیرسد، کاری کم بدی هم نرسد به همون شخصیت. بکنین بلوگر میشین، بلوگر بشوین و پیش از بلوگر شدن هزار طرف فکر بکنین، سخنها رو فکر کنین. البته در نزد قانون ما جواب میگیم، هر یک سخنی میگیم الحمدلله ما میریم جواب میگیم. فکر نکنین که ما خیلی صحبت میکنیم ما خیلی تمام. نه، هر یک سخنی ما هم در نزد خداوند هم در نزد قانون حساب و کتاب دارد. به همین سبب حرکت کنین، شما هم سخنهایی بگین که برای وطن، برای ملت تاجیک فایده‌ناک باشد و به خودتان ضرر نبارد. بیا همین کاری کنیم، خودمون خودمون تعریف کنیم. بیا همین کاری کنیم، وطن خودمون خودمون برداریم. بیا کاری کنیم منفعتمون به ملت خودمون برسد. ما تاجیک اگر بدونیم کی هست، باور کنین هر کاری از دستمون بیاید برای تاجیک میکنیم. این ملتچگی نیست، این تنها یک مسلمان بودن ما هست. چون که بعضی ها از تاجیک بودن شرم میکنن. تاجیک از نسل سلمان فارس است. تاجیک از نسل امام اعظم است. تاجیک از نسل ابو علی ابن سینای بلخی است. اگر نامبر بکنیم تمام نمیشود آخرش. چه بزرگایی از ما گذشته است، چه شخصیت های. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اگر علم در ثریا باشد هر آینه فارسا به دست می آرند. به همین سبب حرکت کنین دوستان عزیز که ما هم یک منفعتمون برای خلق خمون، برای ملت خمون برسد. ما باور بکنین دوستان عزیز، میگیم یک سخنی بگیم، یک کاری بکنیم برای برادرمون فایده‌ناک باشد. باز میبینیم در زیدمون چقدر اتویت ها و چقدر سیاه ها و چقدر تهمت ها میکنن. عصبمون خراب میشود. نمیخوام همون آدم سیاه کنم، چون که میگه نصیحت میکنی در تنهایی کن. در بین مردم که مرا نصیحت کردی، بلکه اون نصیحت نیست، او شرمنده کردن است. امروز بسیار از طالب علم هم برای مبلغ به دست آوردن خواندن، اما میخوان در بین مردم نصیحت میکنن هم دیگه.
این سخن من نیست، این سخن امام مالک رحمت الله علیه است. نصیحت میکنی میگه در تنهایی که نه در بین مردم، در بین مردم که کردی او نصیحت نه، او شرمنده کردنی من است. میگه چه سخنهای زیبا میزدن بزرگا. من هم کرده بودم پرانک، بگیم همین پرانک هایی که امروز کرده ایستادن من هم از همین کرده بودم. اما همون دو کامنتری که در زیر همین پرانک من نوشتن، همون کاری کرد که من این فکرم گشت من اون پرانک نیست کردم. امروز جوانهایی که پرانک به نوار میگیرین، راسته همین پرانک از ما نیست. بعضی ها میگن که نباشم همون کرسی کشتگی او ایمون نیست، تلویزور کامپیوتر تا ایمون نیست، لباس تنت از ما نیست. این دلالت به این نمیکنه. برای چی من گفتم این سخنه؟ پرانک از ما نیست گفتم برای اینکه ما مسلمان هستیم، ناموس داریم. اما اون پرانک از اون دولت هایی که میگن اونها ناموس ندارن، زنهاشون هم سیون که میکنن، خودشون شرمنده شدن هم پروا ندارن، چون که اونها گوشت خوک و عرق استعمال میکنن. عین همین سبب گوشت خوک یک خاصیتش همینه که انسان را به ناموس میکند. ناموس نیست در اونها. ما که ناموس داریم نمیخواهیم که یک کس بیاد ما را سیاه کنه و ما را شرمنده کنه. همین سبب سخت احتیاط کنین و شخصانی را که پرانک میگیرن نخواهین اگر شما هم شرمنده شدن روین به حکومت مراجعت کنین که همین ها ما را پرانک گرفتن و ما را هم شرمنده کردن، یا دو بار جزاشون کردن دیگر نمیکنن همین کارا را. و ما بسیار بچه که مراجعت کردن که برادر صدای امید ما را در فلان جا شرمنده کردن، خواهش میکنم همونا را بگم ویدیو را دلیت کنن. شما از ما خواهش نکنین، از دست ما چیزی نمیآید. شما رفته در حکومت مراجعت کنین ان شاء الله. نمیخواهم باور کنین ملت خود در حالت پستی ببینم. بیا ما هم سرجم شویم. راستی ما 9 میلیون آدم هستیم، 9 میلیون اهالی هستیم. کاری کنیم که همین 9 میلیون با هم دیگر برادر و دوست و اپا و خواهر و عکه و میخیل شویم، وطن خمون را برداریم. نه که یک کس خیزم سیاه کنیم هی تو آقی پدر هستی، هی تو زیناکار هستی، تو دزد هستی، تو به ایمان هستی، تو دجال هستی، تو شیطان هستی. و با اون سخن تو برای او ثواب می رود، گناههای او را می ریزانی. زی هر سو می جکت سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکارو سوی الله. آخی تو با مثل همون سگ مشو که حف میگی تمام حفت میموند، دیگر ذره تو با او نمی رسد بلکه ثوابت با او می رود. شاید که نصیحت رو دور و درست کنیم برای بسیاری خوش نباشد. من همه خواهم ساعت ها با شما صحبت کنم و نصیحت ها کنیم انشاءالله تا چنین خدا به ما علم داده است. اما با بعض انسان ها نمیفارد همین نصیحت های ما که اینقدر شما میلقین میگه، ای شما برای پل هستین میگه، روتون سیاه های میگه. خوشا به حالتان، خوشا به حالتان که همه شما هستین و ما همین خیلی آزاد گشته ایستاده ایم که گناهی که ما داریم الحمدلله با همون دشنامای شما همینو انشاءالله که میریزد. ما گردی خاک پای شما شاید که نشویم، اما انشاءالله که تا چنین امکان کاری میکنیم، حرکت میکنیم برای خلق ملت خودمان خدمت کنیم و حرکت میکنیم که یک منفعت ما برای شما برسد و منفعت شما برای ما همین است که در حق ماده دست برداریم که خدایا همین برادر ما صدای امید، من از فلان گپش یک چیز به خود گرفتم، همین عفو گناهش که همین را ببخش. خداوند همین را نگهبان باشه و بازم زبانش برا گردان که همین خیلی صحبت ها را کردن بگیرد بحری ما. در رکعت نماز خونه در حقم دعا بکن و انشاءالله که اون دعای ته است که ما این خیمه گردیم و براتون با صحبت میکنیم. خداوند هر یکی ما شما رو هدایت کنه برادرم. من به یگان تا شما بدی نمیخواهم، فقط
در حقتان دعا میکنم، در حق مهاجرای دورای وطن دعا میکنم که خداوند همیشه اونها رو نگهبان باشه، با سری بلند، با دست پر به نزد پدر و مادرانشون بر بگردان. دوستتون میداریم برادر جان، چون که میگه شخصی را به خاطر خدا دوست داشت، روز قیامت میگه خداوند همون شخص میگه که میتونی همین برادرت شفاعت که یکی از شما جنت راه میشین، میگه خدایا این برادری ما صدوی امید، من یک سخنی همین گوش کردم و برای من یک فایده رسید، همین را خدا جان بیار عفو گناهش که با ما داخل جنتش گردان. ما هم شاید که با شفاعت شما بریم داخل جنت نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خداوند بازم میگویم هر یک ما شما را نگهبان باشد، وطن ما را نگهبان باشد، بازم وطن را آباد و آزاد بگرداند. این دنیای فانی، دنیای دو روزه را در حق هم دیگر دعا کنیم. انشاءالله هر یک دعای نیکی بدی میکنی ملائکه همون 10 مرتبه در حقت میکنن، بدون اینکه دعای ملائک اجابت شونده هست. وقتی که تو در حق من دعا میکنی انشاءالله که ملائکه همون دعا را در حقت میکنه برادرم. وقتی که در حق من دعای بد میکنی هم ملائکه همون دعا را در حقت میکنه. دعای بد به شخص نمیرسد برادر جانو، دعای نیک میآید و دعای بد تا میخواد به در سر خودت میزنه. مادرک مرا حقارت میکنی، خواهری مرا حقارت میکنی، خواهری برادرت حقارت میکنی، قسم به آن ذات پاک که تو خواهر و مادر خودت حقارت کردی. در نزد خدا ان همین زنا با مادر خود نوشته می شود که تو مادری و فلان کنم گفتی، خدا می نویسد که مادر ما فلان کردم. زنا در درگاه خدا نوشته می شود. هر سخنی میگی ملائکه‌ای که در سر کیفتی ما و تو هست همون کتابت کردن میگیره برادر جان. می نویسد که این بنده خدا در همین جمع خیلی ثوابی کرد، همین خیلی گناهی کرد. کاری کنید که با هم دیگر برادر شوین، دوست شوین، در ملک‌های غریبی هم دیگر را دستگیری کنین. کسی دارد کسی ندارد هم دیگر را دستگیری کنید. انشاءالله که این از مهاجرت هرگز منالین، این هم تقدیر ما و تو است. از کم بغلی هرگز منالین، این هم تقدیر ما و تو است. از بای شدن هرگز منالین، این هم تقدیر ما و تو است. گاهی تار زین و گاهی زین به پشت. میگه گاهی میشود بای میشوید، گاهی میشود کم بغل میشوید.